درود به شما عزیزای دلم، کوروش هستم. خوش اومدین به چنل خودتون. اینجا چنل عصر کریپتوه بچه‌ها. امروز اومدم با معرفی یه ایدراب به شدت خفن، قیمت دار و خیلی عالی. پس تا آخر ویدیو همراه من باشین. اگر چنل ما رو سابسکرایب ندارین همین الان، کلا دوستان بیشتر وقتتون نمیگیره، کلید سابسکرایب پایین ویدیو رو بزنین، زنگوله رو روی آل بزنین تا نوتیف ویدیومون براتون بیاد و ویدیومون از دست ندین. و هر سالی داشتین میتونین کامنت بذارین، اگر تونستین کامنت انگلیسی بذارین که لایک و ساباتون نریزه. عزیز دلین، بریم سراغ ویدیو امروز. خب بچه‌ها، من لینک این ایدرابو که یه بات تلگرامی مشابه تقریبا نات کوینه که این روزا خیلی از این جور ایدرابا داره میاد بعد از نات کوین که ترکوندش و خب تونستن ازش درآمدهای خوبی داشته باشن کسایی که شرکت کرده بودن. من اینکه چه تو قسمت کامنت ها میذارم، از طریقش وارد رباتش میشین، روی استارت میزنین و همچین پیام براتون میاد و روی اوپن اپ کلیک میکنین. براتون سایتش بالا نیامد یا از فیلتر شکن استفاده کنین، اگر بازم بالا نیامد از تلگرام اصلی استفاده کنین تا راحت براتون بالا بیاد. شما داخل این ربات و این ایدراب میتونین توکن ایکس پلاس رو ماین کنین که هر یک ساعت شما کافیه بچه‌ها بیاین اینجا روی ماین بزنین و توکنش تقریبا الان هر یک دونه توکنش معادل فکر کنم $1.5 $1.70 قیمت داره که این بالا میبینیم. الان تقریبا 8 از این توکن رو دارم، نزدیک $1.30 قیمتشه که شما کافی هر یک ساعت بیاین اینجا ساعتی 0.1 توکن بهتون میده. میتونین اینجا روی کلایم بزنین و من ربات نیستم یک کپچا براتون میاره، کپچا رو حل میکنین و اون 0.1 رو بهتون میده. قسمت ویزراوی که تازه بهش اضافه شده بچه‌ها، ولی هنوز قابل برداشت نیست و میبینین که زده به زودی کامیسون و قطعا تو روزهای آینده قسمت برداشتش هم آزاد میشه و میتونین توکناتون رو برداشت کنین. حالا برای برداشت شما کاری که میتونین بکنین اینه که بیاین از این قسمت یه ولت اضافه کنین بهش، که برای اضافه کردن ولت میدونین ولت متامسک رو میتونین اضافه کنین یا یه ولت بسازین که برای اضافه کردن ولت متامسک پیوات کی میخواد بچه‌ها که شما سعی کنین یه ولت دیگه، یه ولت جدید متامسک بسازین و پیوات کی شو کپی کنین و بیان اینجا اضافه کنین که حالا ولتتون موجودی خاصی نداشته باشه که اگه 1% اسکم بود یا خواست کلاهبرداری کنه یا هر مشکل دیگه پیش نیاد و ولتتون موجودی خاصی نداشته باشه. به این روش میتونین شما ولت بهش کانکت کنین که موقعی برداشت بتونین خیلی راحت توکناتون رو برداشت کنین. خب بچه‌ها، این قسمت پایین گزینه‌های پایین چند تا گزینه داره که خب مهمترینش این گزینه آدمکی که روش میزنین و اینجا میتونین لینک رفرالتون رو کپی کنین و رفرال بگیرین. خب قطعا میتونین فیک هم بزنین، اگر اکانت‌های دیگه هم دارین میتونین با اکانت‌های دیگه‌تون بیاین و فیک بزنین و زیر مجموعه خودتون بشین. بخش دیگه‌ای که میتونین استفاده کنین قسمت روی موشک میزنین و از این قسمت بالا میتونین حالا سرعت ماینتون یا ساعت ماینتون رو لولش رو ببرین بالاتر. به عنوان مثلا به ازای هر یک ساعتی که بیاین کلایم بزنین، هر 2 ساعت یا هر 3 ساعت بیاین کلایم بزنین که قطعا یک مقدار ازتون کم میکنه و میتونین بیاین لول آبش کنین و لولتون رو ببرین بالاتر. قسمت پایینش هم که هنوز نیومده، مشخص نیست چه، زده کامیسون به زودی. چیز دیگه این نداره بچه‌ها. حتما برین ایدراب رو شرکت کنین. ایدراب خفنی به نظر میرسه باشه و امیدواریم که بتونیم ازش درآمد خوبی رو داشته باشیم. ایدراب دیگه هم بچه‌ها که مشابه همین ایدراب نات کوینه و همین ایدرابی که الان معرفی کردم به اسم یس کوینه که یکی از بچه‌ها ایدراب معرفی کرده و لینکشو برام گذاشت. اینم من لینکشو براتون میذارم، اگر دوست داشتین میتونین اینم شرکت کنین. تازه رو افتاده، فکر کنم چند روزی بیشتر نیست رو افتاده و وارد باتش میشین، استارت رو میزنین، همچین پیامی براتون میاد، روی پلی میزنین. دقیقاً مشابه نات کوینه ولی خب یک کلک ریزی زده این ایدراب که وقتی بالا بیاد بهتون نشون میدم. شما داخل این میتونین توکن یس کوین رو به قول معروف به دست بیارین و کلک که زده این ایدراب و حالا این ربات اینه که میبینین شما نمیتونین برای این از حالا اپلیکیشن های کلیکر استفاده کنین که بذارین براتون کلیک کنه و میبینین که جای ما یک جا رو بخواین کلیک کنین میبینین خالی میشه و دیگه نمیتونین به دست بیارین.
و این بعد بیاین داخلش فعالیت کنین دیگه. ولی خب مثلا میبینیم من 400,000 تا ازش دارم که این 400,000 تا رو بیشترشو شما همون اول که اگر با لینک من بیاین فکر کنم نزدیک 150,000 تا بهتون توکن میده. قسمت بعدی که بخواین توکن به دست بیارین بچه‌ها، این قسمت روی ارن میزنین و حالا یه سری تسکا داره که میتونین انجام بدین و توکن بگیرین. مثلا هر موقع لولتون بره بالاتر میبینین هر دفعه 100,000 تا بهتون میده. شما اول که میای سیلور، بعد یه لول میرین بالاتر، یه لول بالاتر، و میتونین توی کانال تلگرامش جوین بشین. 100,000 تا میده. فالو کنین تو توییتر 100,000 تا و گروه تلگرامش این ستا رو میتونین عضو بشین و به ازای هر کدوم 100,000 تا توکن بگیرین که من اینجوری گرفتم بچه‌ها. میبینین اگه 400 تا دارم اینجوریه. و قسمت بعدی قسمت فرنده که میتونین بیاین لینک رفرالتون رو بگیرین و معرفی کنین و زیر مجموعه بگیرین. با اکانت های دیگه‌تون هم میتونین زیر مجموعه خودتون بشین. قسمت بعدش این قسمت که روی بوست میزنین و میتونین لول اپ کنین. نمیدونم چه مشکلی برای تلگرام اومده هی میپره بیرون. مثل نات کوین دیگه، هر کلیکی که میکنین اولش وقتی لول 1 بشین یک دونه براتون ماین میکنه. من لول 5 هم 5 تا برام ماین میکنه. و گزینه بعدی هم خب برای اون توکنایی که میبینین هستش رو بیشتر میکنه و این قسمت پایین هم انرژی و میزان انرژی که دارین رو بیشتر میکنه که به عنوان مثال برای من میبینین الان 5500 تا، شما اول که بیاین فکر کنم 3000 تا که میتونین لولتون رو ببرین بالاتر. و اینم از این دیگه هیچی نداره. این دو تا ایدراب اول که خیلی خفنه به نظر من، حتما شرکت کنین. این یکی هم اگر دوست داشتین میتونین بچه‌ها شرکت کنین و به دستش بیارین. امیدوارم لذت برده باشین. اگر دوست داشتین کانال ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله روی آل بذارین تا ویدیومون از دست ندین. هر سالی هم بشه میتونین کامنت بذارین، کامنت ها رو شخصا میخونم و پاسخ کنم. با امید روزهای بهتر، با امید آزادی کشور عزیزمون. تا ویدیو بعدی، بدرود.